خب از اونجایی که خیلی وقت ویدیو نگرفتم برم اینترو. یو کی حاضر گرنی بازی کنیم؟ این چقدر بد بود. اینه باختایی که دادم بود سنگین، ولی اونو برگشتم با درود تو روتون. چطورین بچه ها؟ خوش اومدید به چنل من. یه ویدیو دیگه بعد از خیلی وقت، نمیدونم چند وقت. چرا انقدر بالاه؟ بیا پایین بابا، بیا پایین تر بابا. A few moments later. یه ذره دیگه بیا پایین بابا. گلا خیلی پایینی بابا. از زهر ما رو بابا. من تیکه اینو ولش کن، اینو بذارم اینجا. زخم همونطور که میخواستم بهتون بگم زخمی شدم انقدر من گرانیو ضبط کردم. پس اگه دیدین که به جامپسکرا نمیترسم، دلیل این نیست که خیلی بلدم. این چرا رو اسپیکره؟ آره، دلیلش این نیست که نمیترسم، دلیلش اینه که بازی رو تقریبا حفظم. دو حالت داره، یا الان اسپیدران میکنم براتون بازی رو، یا هم که باز هم مثل همیشه میرینم. چقدر صداش بلنده. خلاصه که اینه. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خواهش میکنم چنل منو سابسکرایب کنین، اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، و اگه حس کردین که قابلیت این که یکی از دوستاتون رو بخندونه داره، برای اون دوست بفرستین این ویدیو رو. روز اول. خدایا کمک کن من این بازی رو تموم کنم. یه سوال میشه این چراغم ور نداشت مثلا باز کنیم؟ گوه خوردم، غلط کردم. میشه این کارو کرد، ولی مثل این که زیاد عاقلانه نیست. سلام ستون، خوبی؟ چه خبر؟ گوه خورم، غلط کردم، ولم کن. نه ببین آقا این داستان داره، من برای توضیح میدم. تو داری فریکی بازی در میاری. کجا دارم میرم من؟ برو زیر تخت. اصلا تابلو نیست که نور از زیر تخت داره میزن. اسکلی؟ منو از کجا میخوای ببینی؟ من زیر تختم. خدایا دیوونه شدم. باتری اگه بتونیم با موفقیت باید بریم طبقه پایین. سلام داداش، بیا دنبالم، بیا بودو بیا کاملا بیا دنبالم، کامل تر بیا دنبالم. خب من پیچیدم به بازی. خداحافظ. اسکل شدی برادر. خب این اونجا شاتگان. بیا. چقدر دم دست بودی. بیا کجا مگه راست میگی؟ بریم که سرعتی تمومش کنیم داستانو. آخ گوه خوردم. ترپ گذاشت. ریدم. منی که نیم ساعت پیش داشتم میگفتم اگه من نترسیدم به جامپسکرای این بازی، یعنی این که زیاد بازیش کردم. آره خیلی بلد. صدا پاشو دارم، ولی احتمال داره بالا اومده باشه صدا پاشو. گوه خوردم. داره میبینه منو. کوشی. سلام داداش، دیدمت کاملا. کاملا دیدمت. هیچ گوهی نمیتونی بخوری. نه باشه من رفتم. رفتیم حیات داداش. اول فصل از پارکینگ چرا صدا میاد؟ خدای کمک. اصلا نگران نباشید، رفتم چک کردم، صدا بود ولی چیزی نبود. حس میکنم یه ذره بدتره این، ولی خب کجا بودم؟ اونجا چیزی نیست. شم پیدا کرد. سلام داداش. سلام، خوبی؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنی؟ تو
تو اون ور خونه من این ور خونم چه جوری آی سی یو ها هن به سرسیلند پیدا کردم سرسیلند 6 سوپاپ مشتی 3 سیلندر ماشینه قراره ما رو از این قبرستون دره نجات بده اگه راه بره کتاب ریدم تو خودم خانم گرانی کجایی شما؟ از اینا من میرم چند تا چیزو قیچی کنم چی بود؟ این همه قیچی میکنم همه رو قیچی میکنم من برام مهم نی این چیه؟ او شاتگان وای میخوام یه تیر حرومت کنم گرانی گره 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 صدای زنگ من بهتر بود یا صدای زنگی که ساوند افکتی که اینجا گذاشتن توی کامنت ها برای ما حتما نظراتتون برو با پدرت هایدن سیک بازی کن برادرم برو مثلا من اسکل اینا کلیدم کلید اون بالاه یه کلید عجیبیه ولی خب وجود داره دیگه من چیکار کنم آخ اینجا یک مقداری بله شما اینجا رو فقط با شاتگانمون پاور کجایی؟ بیا پایین کاری ندارم بیا اینجا دهر ما رو نخند بیا بیرون بهت میگم بیا کجایی؟ چی شد ترسیدی؟ بیا اینجا دیگه با چوب دنبالم میکردی الان شاتگان دارم بیا اینم داری با چوب دوباره دنبالم کنی؟ منظورم از داری جرأته بچه ها جرأت داره که بیاد دنبالم کنه سلام بیا گرانی 2 دقیقه و نیم مرد خب از این بالا میزنمت که قطعا اینجا این رو اسکرو میکنیم آن اسکرو میکنیم در واقع راستی پدلاک پرچام فکر کنم این دره رو میتونیم واکنیم نمیدونم پدلاکی راستی پدلاک برای کجا بود پس تو باز زنده شدی بیا تیر شاتگان زیاد هست اینجا بیا شاتگانمو بردارم بکنم شاتگانمو بردارم بزنم توی سرت کجایی ولش کن لعنت میفرستیم به شیطون و نمیزنیمش من که فعلا میرم تو فاضلاب نه واقعا یه قسمت فاضلاب داره به خدا نمیخوام علاقه ندارم برم توی فاضلاب پام فکر کنم شکست بله همونطور که میبینید هیچی نیست برو قرآن اینجا دیگه چی باشه چقدر من این گیمو دوست دارم چقدر من به این گیم علاقه دارم علاقه زیاد و بیجا اینفینیت لا هندونه Something is inside this melon چشم خدا حافظ من میروم این ملون رو باز کنم کجاست این یارو سلام فهمیدم کجایی ستون کاملا فهمیدم کجایی شما
من از اینجا میرم بیرون و اینو اینجا میذارم و اینو میکشم که توش پلی هاوس کی پیدا کنم. داری دنبالم یعنی؟ بله من رفتم این تو. فکر کردی مثلا میتونی منو بگیری؟ خیر. دیواره؟ چقدر کلید داره. دارم گوهگیجه میگیرم. ریدم تو خودم. باشو داداش. البته نه اینم باید ببرم بالا. Many months later. $2,000 years. خب چکش دهن همتون رو سرویس میکنم. تپ تپ تپ. چون نیفتاده. اوه چقدر ساتیسفاینگ بود. اینم تپ. همه رو میخوام. همه رو بده من. تپ. سیفی پیدا کردم. یه چیه دیگه؟ چی بود کارکی؟ فکر کنم بردیم بچه ها. حس میکنم که این چی بود؟ مسترکی هم پیدا کردیم. هیچ چی دیگه داشت. خب الان میتونیم انتخاب کنیم و کجا بریم بیرون. کجا بریم بیرون بچه ها؟ اتر مثل آدم بریم بیرون یا با ماشین تپ بزنیم توی. حتی نمیدونم ماشینه بسته است جلوش چجوری قراره بریم. ما این مسترکیه ولی ما میشینیم تو ماشین. وایس مسترکی رو برم بزنم فقط صرفا شواف کنم. چکش توپ فرار کردیم. میخواستم با ماشین فرار کنم داداش. خواستم با ماشین فرار کنم حال نداد. بس یه دست دیگه پله این سری میخوام نورمال بذارم. تقریبا مطمئنم که قرار نیست که نورمالو بتونم ببرم. از اونجایی که تا همین الانش ویدیو خیلی طولانی شده و من دوست ندارم چشای خوشگلتون اذیت کنم، یه مونتاژ کوتاه قرار ببینیم از دست دومی که بازی کردم. دکتر چشه سلیتونه. تو دستشویی چی کار میکرد؟ دو روزم به ان رفت قشنگ.
ای بابا چرا اینقدر سرعت این زیاده؟ 5 روزه روز 4می. اومد ریلود کن. به خدا زد. وای گرانی دهنت. آخرین روزه. واقعا ناراحت میشم اگه نرمالشو نتونم ببرم. بازی برای بچه های 9 ساله طراحی شده. چرا اینقدر؟ پلی هاوس کی؟ بابا خود بازی هم باگ زد. این اصلا چجوری از اون دریچه منو تونست بزنه؟ وای ای خدا. سلام. بنداز دیگه منو پرت کن پایین. آره راحت بش. ای بابا یه بار بازی رو بردیم. این یکی هم نزدیک شدیم. باگ بود باخت. من به باگ باختم. مود از ویدیو گرانی بعد از سالها ویدیو گرفتم بالاخره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینکه اگه خوشتون اومده که لایک اصلا فراموشتون نشه. یه کامنت برام بذارین که حالا ویدیوهای بعدی چی باشه یا هر چی، اصلا هر چی دوست داری کامنت بذار. فوش نده فقط. ترجیحاً. بعد چنل رو ساب کن و اینکه ویدیوهای بعدی میبینمتون دیگه. نوکر چشه اصلیتونم فعلا. دهنم سرویس شد.